در پایتخت مغولستان شهر اولانباتور روز سوم است که گردهمایی‌ها ادامه دارد. ادعاها درباره دزدی انگشت از جانب منصبداران سبب این اعتراض‌ها شده است. با وجود 21 درجه از سرد بودن هوا، هزاران نفر در میدان سوخه باتور در مرکز پایتخت مغولستان گرد هم آمدند. روز 4 دکمبر سال 2022 اعتراضگران اول خواستن وارد بنای حکومت شوند ولی بعدا خودشان پراکنده شدند. اما روز 5 دکمبر سال 2022 پلیس به اعتراضگران مقاومت نشان داد که باعث خشم مردم شد و یک باره مقدار اعتراضگران افزود و آنها باز کوشش در آمدن به قصر ملت را کردند. بعد چند به اعتراضگران میسر گردید است که به بنای حکومت وارد شوند. چند نفر در درگیری ها جراحت برداشتند. وزارت عدلیه مغولستان میگوید که اکثریت اعتراضگران را دانشجویان تشکیل میدهند. بنا به نوشته سامانه نیوز MN، شهروندان بعد تحقیقات ژورنالیستی که نتیجه هایش در مطبوعات محلی به نشر رسید به خیابان ها ریختند. در این تحقیقات از تضاد بین اصابات حکومت مغولستان و اصابات جانب خطای عاید به صادرات انگشت صحبت می شود. این تحقیقات را وکیلان پارلمان نیز تایید کردند. دوگمدین دژوژخند، یک وکیل پارلمان مغولستان، به خبرنگاران گفته است که از سال 2013 تا سال 2022 6.4 میلیون تن انگشت به خطای صادر شده است. در حسابات حکومت درج نشده است. ارزش این مقدار انگشت گم شده را تحقیقاتگران گزارش نشر شده به مبلغ از 13 تا 17 میلیارد دلار آمریکایی حساب کردند. گفته می شود ماشین های بارکش انگشت را کارکنان باجخانه مغولستان همچون ماشین سبکرو درج کرده مبلغ به دست آمده از فروش انگشت به چین را از آن خود کردند. مردم به خیابان ها برآمده از حکومت طلب دارند که نام و نسب نفران فسادکار را عمومی نموده آنها را به جوابگری کشانند. آنها مطمئنند که این کار دست یک یا دو نفر نبوده. به این عمل گروهی از وکیلان پارلمان هم دست دارند. بنا به خبرهای نشر شده حکومت یک گروه کاری تشکیل داده در رابطه با این فسادکاری نزدیک به 15 منصبدار را دستگیر کردند. 86% صادرات محصولات مغولستان به خطای صورت میگیرد. از این زیاده 60% را انگشت تشکیل میدهد.